پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای محبوب و معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که امروز توسط همه شبکه‌های تلویزیونی مستقیما ارائه گردید واقعا هم نسبت به پیام‌های سال‌های قبلی برتری بیشتر داشت، زیرا در برابر تحلیل عمیق سمت و ساحه‌های خواجگی خلق مملکت پیشوای محبوب و معظم ملت بیشتر پند و اندرز به مردم داد تا نسل امروز جامعه ما در رویه خودشناسی و خودآگاهی و تندرستی و افتخارمندی به وایه رسند و سهم خود را در پیشرفت و نمو جامعه گذارند. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت در برابر دیگر سمت و ساحه‌های خواجگی خلق مملکت به سمت کار با جوانان و ورزش توجه بیشتر ظاهر نموده، با استفاده از امکانیت و شرایط‌های دست داشته امروزه ابراز داشتند که یگان ساحه‌ای نیست که سهم جوانان کشور در آن مشاهده نگردد و رهبر دولت تاکید کردند که تاجیکستان از لحاظ سن سال در دنیا در جای اول می ایستد. همزمان رهبر دولت ابراز داشتند که برای جوانان و ورزشکاران ما شرایط مناسب فراهم آوردیم و در سال 2023 یک قطار انشاءات ساحه ورزش مورد استفاده قرار داده شد که برای پیشرفت جامعه پیش از همه نسل جلب نورسان و جوانان به ساحه ورزش مساعدت می نماید. واقعا هم پیام امروزه رهبر دولت ما را به آن وادار می سازد که بیشتر میان جوانان از جمله جوانان ناحیه‌های دوردست کاربری کرده به خاطر بلند برداشتن معنویات آنها حس افتخار ملی و تندرستی و افتخار آنها کاربری را بیشتر میان جوانان روانه نماید. این پیام یک راهنما و حجت سرنوشت برای آینده کشور خدمت خواهد نمود.